برای این مسافران امروز روزی فراموش نشونده است. آنها در خطسیر نوی شرکت هواپیمایی سامان ایر دوشنبه اسلام آباد اولین مسافرانند. پرواز مستقیم بین پایتخت‌های تاجیکستان و پاکستان تحفه ارزنده برای ساکنان هر دو دولت می باشد. افتتاح خطسیر نو از جانب انتقال دهنده وطنی شرکت هواپیمایی سامان ایر باعث خوشحالی مردم دو کشور به هم دوست تاجیکستان و پاکستان گردید. اکنون مردم دو کشور می توانند از شهر دوشنبه به شهر اسلام آباد و از اسلام آباد به دوشنبه مستقیما پرواز کنند. تا این زمان مسافران توسط خطسیرها با نشست مابینی از دوشنبه به اسلام آباد و یا برعکس از اسلام آباد به دوشنبه می رسیدند که هم وقت زیاد را طلب می کرد و هم خراجات زیاد داشت. اکنون این مشکلی ها همه در پس ماندند. این امکانیت عالی‌جانب است میان تاجیکستان و پاکستان، همچنین برای عملی شوی مناسبات های دوجانبه اقتصادی. البته من از نام خودم و دیگر مسافران به شرکت سامان ایر تشکر میگویم، زیرا ما اکنون میتوانیم بدون مشکلی سفر کنیم. من در حقیقت خوشحالم چون من دوام هر 4 ماه یک مرتبه از پاکستان و دوشنبه سفر کاری انجام میدهم. افتتاح خطسیر نو مشکلی ما را آسان کرد. قبلا ما توسط دبی و ترکیه به دوشنبه می رسیدیم که این برای ما خیلی گران بود. حالا باشد خطسیر مستقیم برای مانده شده است که از جهت اقتصادی برای مسافران مفید است. باید گفت که تاجیکستان کشوری زیباست و مردم ما سیر و سیاحت را در تاجیکستان دوست می دارند و اکنون ما می توانیم که دوام تقریبا 1.5 ساعت به این دولت برسیم. سامان ایر یک شرکت فعال است و برای خدمترسانی خوب و باصفت به مسافران پیوسته کوشش به خرج می‌دهد. اینک ما اقدام گرفتیم که خطسیر دوشنبه اسلام آباد را به راه مانیم و مشکل مسافران را آسان گردانیم. آنها می‌توانند در وقت کوتاه طریق این خطسیر پرواز کنند. در فرودگاه بین المللی اسلام آباد مسافران نخستین خطسیر را در مسیر نو با شیرینی ها استقبال گرفتند و این طبیعی است، زیرا از این به بعد رفت آمد بین دو دولت زیاد شده، رابطه ها زیادتر می شوند. همین است که سامان ایر تصمیم دارد که در دایره برنامه توسعه شبکه پروازها در روزهای نزدیک پروازهای منتظم را به جمهوری اسلامی پاکستان راه اندازی نماید که برای رشد مناسبت‌های دو جانبه کشورها تکانی نو خواهد بود. باعث خوشنودی است که این سال 30 سالگی مناسبت‌های دیپلماتی بین تاجیکستان و پاکستان جشن گرفته می شود. بنابراین شرکت هواپیمایی سامان ایر اقدام گرفت که خطسیر نوی بین شهر دوشنبه و شهر اسلام آباد را امروز آغاز نماید. در آینده شرکت هواپیمایی سامان ایر کوشش میکند که خطرها باز هم زیاد نماید. بسیار خوب میشد که سیاحان تاجیکستان به پاکستان روند و سیاحان پاکستانی به شهر دوشنبه بیایند. قابل ذکر است که دوشنبه و اسلام آباد فرقیت زمانی نداشته در یک منطقه وقت قرار دارند که این البته برای مسافران خیلی قلای می باشد. دوامناکی پرواز از دوشنبه تا اسلام آباد 85 دقیقه بوده. پروازها توسط هواپیماهای براحتی بوینگ 737-800 و بوینگ 737-900 صورت می گیرند. سال جاری از برقرار شوی مناسبت‌های دیپلماتی بین تاجیکستان و پاکستان رسو 30 سال پر شد. افتتاح خطسیر نو در این سال فرخنده بسیار رمزی بوده. میتواند در تحکیم و توسعه همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگ، اقتصاد و تجارت و رشد سیاحی مساعدت کند. سید رحمان حبیبوف معروف بیکوف برای برنامه اطلاعاتی نوید.